سلام دوستان، به چنل نتباز خوش اومدید. تو این آموزش میخوام بهتون یاد بدم که چطور میتونیم کانفیگ های فیلتر شکن ساکس آی پی رو بسازیم و بهش متصل بشیم. قبل اینکه ویدیو رو شروع بکنیم خوشحال میشم که چنل من رو سابسکرایب بکنید و اگه از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید. خب وارد برنامه ساکس آی پی میشیم. حتما برنامه‌تون آخرین نسخه باشه و آپدیت باشه. خب قبل از شروع 3 نقطه بالا رو میزنیم. گزینه اول امپورت اکسپورت و ریست کانفیگ رو میزنیم تا اگه از قبل کانفیگی داخل برنامه داشتیم ریست بشه. این کار رو حتما انجام بدید. حتما هم باید به یک فیلتر شکن متصل باشید قبلش که سرورهای برنامه براتون لود بشه. وارد تنظیمات میشیم. روی آیکون تاچ کلیک میکنیم تا سرورهای برنامه رو بهمون نشون بده. 2 تا لوکیشن داریم اینجا، آمریکا و هلند که سرور آمریکا 5 تا سرور داره لوکیشن آمریکا و لوکیشن هلند هم 2 تا سرور داره. هر کدوم از این سرورها شما میتونید یک کانفیگ جدا بسازید و 2 روز هم اعتبار دارن و بعد 2 روز حتما باید دوباره کانفیگ رو از اول بسازید با همین روش. خب من برای شروع و تست سرور دوم آمریکا رو انتخاب میکنم. اینجا باید گزینه yes رو تایپ بکنیم، انتخاب بکنیم و منتظر میمونیم تا تبلیغات رو بهمون نشون بده. اگه تبلیغ رو بهتون نشون نداد حتما فیلتر شکنتون رو عوض بکنید. اگه از کانفیگ های ویتوری استفاده میکنید ممکنه که تبلیغ رو بهتون نشون نده و سرورها براتون لود نشه و حتما باید فیلتر شکنتون رو عوض بکنید. خب اینجا تبلیغ تموم شد و من روی ضرب کلیک میکنم تا رد بشیم. خب روی کانال مود اینجا متدهای مختلف رو میبینیم که ما اینجا از متد وب سوکت میخوایم کانفیگمون رو بسازیم که تو این شرایط خیلی بهتر جواب میده و سرعت خیلی خوبی داره. خب کاستوم وب سوکت رو انتخاب میکنیم و روی گزینه کانفیگور فری وب سوکت کلیک میکنیم. اینجا باید یه دونه هاست یا آی پی وارد بکنیم که حتما این هاست و آی پی شما موفقیت متصل شده و میتونید که ازش استفاده بکنید. اگه این پیغام خیلی دیر بهتون نشون داد حتما سرورها رو عوض بکنید. مثلا من الان زدم آمریکای 2، اگه براتون کار نکرد به آمریکای 3 یا 4 یا 5 یا هلند. همه رو تست بکنید، یکیش براتون متصل میشه. روی همه اپراتورها هم خیلی خوب جواب میده و سرعت خیلی خوبی داره. خب اگه بخواید کانفیگ رو ذخیره بکنید یا برای دوستاتون بخواید بفرستید قبلش باید فیلتر شکن رو متوقف بکنید. روی 3 نقطه میزنیم و گزینه اول امپورت اکسپورت و روی گزینه اکسپورت کلیک میکنیم. توی این قسمت میتونید یک اسم برای کانفیگتون انتخاب بکنید. مثلا من مینویسم ساکس آی پی. خب کشوی اول رو باز میکنیم، لاک فیچرز.
اینجا میتونید کانفیگتون رو قفل بکنید تا کسی که از کانفیگ شما استفاده میکنه متدتون رو متوجه نشه، یعنی نفهمه که شما از چه متدی استفاده کردید، از کدوم سرور استفاده کردید. میتونید اینو مخفی نگه دارید. تیک اول بلاک آل رو میزنید. کشوی دوم رو هم اگه بزنید کانفیگتون اسنیف نمیشه، یعنی اگه یه نفر بخواد کانفیگ شما رو باز بکنه و ببینی که توش از چه سروری و از چه متدی استفاده کردید، اگه این گزینه رو بزنید اون شخص نمیتونه کانفیگ شما رو رمزگشایی بکنه. حالا زیاد مهم نیست، میتونید نزنید. به این قسمت هم میتونید یک پیغامی بنویسید یا مثلا این کانفیگ توسط فلان شخص یا فلان کانال ساخته شده. من مثلا می نویسم اینجا کانفیگ برای فیلتر شکن ساکس آی پی و می نویسم توسط کانال نت باز. خب روی اکسپورت کلیک می کنید و مسیر فایلتون رو انتخاب می کنید که کجا ذخیره بشه. و من مثلا میزنم پوشه دانلود، سیو رو میزنم. خب الان کانفیگمون سیو شد و میتونیم این کانفیگ رو برای دوستامون میتونیم بفرستیم و اونا میتونن استفاده بکنن. اگه من اینجا گزینه 3 نقطه رو بزنم و امپورت اکسپورت و امپورت، اینجا کانفیگمون رو مشاهده میکنیم. نوشتیم که اسمش هم گذاشتیم ساکس آی پی. انتخاب میکنیم و گزینه آخر رو که بزنیم پیغامی که ما اونجا نوشتیم به همون اینجا نشون میده و روی استارت کلیک میکنیم و به همین راحتی متصل میشه. من با اینترنت همراه اول هم تست بکنم ببینم متصل میشه یا نه. الان با اینترنت یانسر متصل بودم. با همراه اول هم خیلی خوب و با سرعت بالا متصل میشه. خب این بود از آموزش ساخت کانفیگ ساکس آی پی. اگه شما سرورهای خوبی برای گزینه وب سوکت داشتید میتونید خودتون جایگذاری بکنید. الان ببینید کسی اگه بخواد کانفیگ شما رو ببینه قفله Disabled by Owner، چون ما اونجا تیک لاک رو زده بودیم. اگه لاک رو نزده باشید اینجا شخصی که کانفیگ رو براش میفرستید میتونه مشاهده بکنه که شما از چه هاست یا آی پی استفاده کردید. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید. یادتون نره که حتما چنل منو سابسکرایب بکنید و اگه از این ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید. توی کامنت هم میتونید برام بنویسید که چه آموزش هایی لازم دارید. من حتما آموزش رو براتون میسازم. موفق باشید.